رستورانایی هست که برای خوردن مرغش مردم 1-2 ساعت توی صف وای میستن. امروز از همه اون رستورانا عذرخواهی میکنم چون قراره رسیپی اصلی رو بگم مردم هر جای ایران که بودن مرغ مشهدی رو با همون طعم توی خونه هاشون درست کنن. بریم درستش کنیم. تمام چیزایی که بهتون میگم به ازای هر کیلو مرغ. اصل مرغ مشهدی بارونه، ولی من هم با سینه هم بارون درست میکنم که اگه مهمون براتون اومد خونگی خواستید درست کنید راحت باشین. یه قاشق غذاخوری سیر خورد یا له شده رو روش یه مقدار روغن میریزم، یه قاشق چایخوری زردچوبه اضافه میکنم، خوب با هم مخلوط میکنم. 10 تا 15 دقیقه کنار میذارم. این کار باعث میشه که سیر توی روغن نسوزه و سیاه نشه. حالا بدون اینکه قابلمه رو روی حرارت بذارم 300 گرم پیازی که خلالی خورد کردم و به 2 قسمت تقسیم میکنم. نصفشو کف ظرف میریزم، مرغ‌ها رو با فاصله روش میشینم و یادتون باشه حتما مرغا باید با پوست باشه. حالا روی مرغا 2 تا برگ بو میذارم، مخلوط سیر و روغن و زردچوبه رو اضافه میکنم و نصف دیگه پیازا رو روی مرغا میریزم. حالا روغن مایع تا جایی که روی مرغا رو کامل پوشش بده اضافه میکنم و به 1 لیوان آب 10 تا 15 گرم نمک میزنم، خوب مخلوط میکنم، روی مرغ و روغن میریزم. این آب و نمک خیلی نکته مهمیه، باعث میشه که مرغتون تا لحظه‌ای که داره سرخ میشه نرم و لذیذ باقی بمونه و دونه های نمک به مرغ نچسبه و توی روغن گوله گوله و سفت نشه. بسم الله. از اینجا به بعد مرغ مشهدی همش کنترل حرارت و دمای روغن. برای پخت اول حرارت رو بالا میبرم تا آب و روغن به قل خوردن بیفته. اینجوری که به قل خوردن افتاد در ظرف رو میذارم، حرارت رو متوسط رو به پایین قرار میدم و با در بسته 30 تا 45 دقیقه میذارم ریز قل بزنه. به این حد که رسید آب یه مقدار غلیظ‌تر میشه، حرارت رو کم کم میکنم و در ظرف رو برای اینکه مرغ خمیر نشه حتما به صورت نیمه باز میذارم. 2 تا 3 ساعت با حرارت ملایم میذارم آبش تبخیر بشه و به نم دل به روغن بیفته. آب که تبخیر شد و مرغ به روغن افتاد در ظرف رو دیگه بر میدارم و حرارت رو یه کوچولو بالا میبرم و از اینجا به بعد با مراقبت 20 تا 30 دقیقه بهش زمان میدم تا قشنگ سرخ و طلایی بشه. مرغ مشهدیمون خوشمزه، خوشرنگ، نرم و لذیذ آماده است. به این روشی که گفتم درست کنید، به هیچ عنوان مرغ متلاشی نمیشه، پیازم نمیسوزه، خوش رنگ و کاراملی تا لحظه آخر باقی میمونه، رون و سینه هم نداره، سینه هم همین جور لذیذ و نرم توی دهن آب میشه. ببین دیگه حلوا شده. این مرغ نه زعفرون میخواد نه ادویه، روغنش هم صاف میکنم تا 2 بار دیگه قابل استفاده است. اینو داشته باش دیگه دنبال رستوران خوب نگرد. هر موقع مهمون داشتی هوس کردی توی خونه راحت رستورانی خودت آمادش کن. میگن توی مشهد یه رستورانای